استاد یک مسئله های با زیارتگاه قبرستان طبق سنت رسول الله صلوات الله و سلام باید ما چه خیل با زیارت قبرستان بریم، باید چی نمود باشه. مثلا حضرت امام بخاری رحمه الله مثلا قبرش در سمرقند است. ما میخواهیم که همون را بریم با قبل مردم زیارت میگن، امر ما طبق رسول الله صلی الله علیه و سلام چه خیل کنیم؟ آیا مردم در بالای قبر وقتی که میت در درون قبر میمونن دعاخوانی میکنن؟ مثلا طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلام وقتی که میت در قبر ماندیم ما باید چیکار کنیم؟ طبق سنت خیلی بعد قبر رو موندن چیکار کنیم؟ ما 7 جمعه داریم درباره احکام جنایز از لحظه آمدن وقتی مرگ، از وقتی سپاریدن جان حال زنده هست، لقنوا موتاکم لا اله الا الله، با آنهایی که وقتی مرگشان حاضر شد تلقین کلمه لا اله الا الله گوید حال زنده است، از همونجا شروع میشد. یا آداب خبرگیری بیمار علاوه خصوص بیماری موت شروع میشد تا دفن و تا تعزیه ها 7 جمعه، یعنی 7 ساعت برآمد داریم. این موضوع های وسیع هست کتاب جنایز. اما مسئله زیارت قبر، پیامبر صلی الله علیه و سلم به زیارت قبر امر کردند. زور القبور، قبرها را زیارت کنید، فانها تذکرکم الاخره، چون که قبر اون قبری کسی نباشد، قبرستان مسلمان ها مراد با حیات آخرت را به شما خاطر رسانی میکند. لیکن مخصوصا از تاجیکستان خسته به زیارت قبر امام بخاری رفتن ممنوع است. مخصوصا پیامبر صلی الله علیه و سلم که لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، یعنی مخصوص از این کشور به آن کشور به خاطر نزدیک شدن به الله تعالی برای دریافت ثواب سفر کرده نمیشه مگر هم به 3 بقعه، به 3 مکان، 3 زمین، فقط برای زیارت 3 مکان سفر کرده میشد، مخصوصا برای زیارت باشد. اگر مسجد الحرام، مسجدی حرام برای خاطر سفر کرده میشد، یعنی کعبه، مسجدی هذا، مسجدی من گفتم یعنی مسجد نبوی و مسجد بیت المقدس در فلسطین، این 3 مسجد برایش سفر کرده میشد. اما مخصوصا برای زیارت قبر امام بخاری سفر کرده نمیشد. اگر شما بخاری را حرمت کنید، صحیح بخاری را گیرید خوانید، عمل کنید. کتاب خلق افعال عباد دارن امام بخاری، گیرید خوانید، عمل کنید. انا در این حالت بخاری از شما خرسند است روز قیامت. پیروی از بخاری کنید در عقیدهش، در فقهش، در علمش، در عملش، در دینداریش.